استامبل گایز، چطور بچه؟ من اسپیسی هم رسما خیلی خوشم به یک ویدیو دیگه. این بار اومدیم با بردن AK لول 6 و همونجوری که بهتون قول داده بودم که AK رو ببرم لول 6 و ویدیوش هم بگیرم. همونجوری که شما مشاهده میکنید ما جمو زدیم که بریم لول 6 ببینیم چه قدرت هایی، چه دست ترنینگ هم بزنیم، چند تا اسپین هم برای مشت بزنیم، اسکین مشت. پس قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. پس بدون معطلی بزن بریم. خب بچه‌ها بریم تو قسمت گان لولی ها. بچه‌ها گان لولی تا بره. خب میایم تو AK. بچه‌ها لول یکش اینجوریه و یه خط دمیج داره، رات فایر یه خط داره و دو خط از موومنت اسپید کم میکنه. و لول دوش این چیز اسپیکال وقتی مثلا میزنیم با یکی میزنیم این میاد. لول 3 شکلش فقط تغییر میکنه. لول 4 وقتی که تیر بزنیم اینجوری میشه و رات فایرش دو خط میشه و موومنت اسپیدش یه خط میشه. لول 5 این میاد و تیر وقتی بزنیم اینجوریه. و لول 6 میگه که اکسترا دمیج میگه سریعتر یه خود میشکنه. پس ما بریمش لول 6 تا بره لول 6. خب بچه الان بزنیم بره لول 6. چه ذره نت ضعیفه. عجب روخی کردم. اباحت ایکی این موقع میاد تو دست. حالا 66 تا دمیج داریم. عجب سوتی خوبی داشت. حالا اشکال رو بریم یه موجهی برای اسکین مشت. وای ریسکشون نمی کنم برم برای یه نوتایی. یعنی که بسیاریم با یکی بشه چی بگیم. هیچ نخواد چیز مهمیت بچه ها چی دیگه داریم تا فقط این ویدیو مخصوص خودتونه بچه ها، به فخر کل اسپیسی آرمی. I like to be on my own, but let's explore together. این هم ولش کنیم. پس تو بچه ها بریم تست کنیم ببینیم چوشه. حالا من یه ستی هم رنگ خودش بزنیم. الان جنت به شدت ضعیفه، به شدت. تا این بیاد طول میکشه نمیاد. بهره I love you the پینگ ایران. حالا نمیاد که، حالا لوس نمیاد که. حالا بریم صدای کل بیاد دیگه. آبرومون رو نبر واسه تو ویدیو. بریم به دیگه بهش میاد. اصلا جوان باید بشه. اونم حوصله خوبه. نه بریم عوض کنیم. ما باید که نبو همین خوبه ولی ها یه چی میخوام که معلوم باشه.
نه یه ستایی دارم که خودم نمیفهمم بچه همون ویدیو بزنیم چون کلن آبی قشن معلوم تا حالا بر بیاد نه بچه بشه زد سریع دیگه ببخشید اباحتی که اباحتی گرفته راحت چرا این سته حالا مهم نیم ولش بچه اباحتو یعنی اباحت گرفته خیلی خفنه اباحتو که گرفته حالا اباحت بچه حالا او بچه نگاه پین کنین خودتون اصلا عالی پرتقالی حالا چی میخوام یه مال داره یکی دیگه هم بده دمت گرم حالا بزنم ستو افتضاح تو ستو که میکنیم زنیم الان تو رو ما نه ایران یک ذره نه خیلی خراب بچه 3 ساعت ما هدو زدیم بعد این بچه ها به شدت کنم بیانجا نخود بچه حالا دست گرفتیم داره در میگاره این یوتیوبر الو دایی ایران به شدت روبه میایم اینجا تستش میکنیم اصلا اباحت رو گرفت برای خودش جذب کرد ما در بیان بخش ترینی بچه در کل مرسی که این ویدیو تا آخر تماشا کردید تا یک ویدیو دیگه پر انرژی و همینجوری بمونید خدافظ